अस्सलाम वालेकुम दोस्तای کل خوب هستین جانتون جور است بخیر هستین امید منم که جور و سلامت باشین ما از دعاهای شما جور تیار استه دوستای کل روزرم قریب شده دیگه میشه آخر نشو قدر است میشه ان شاء الله 23 دیگه 23 ماه مبارک رمضان است بس ما دو شو پیش گفتم کنم بس ایج نشده من نظر بس شو کم نظر گفتم کنم انت مطابق قواس خدیگه انشالله خدا قبول کنه خدا شمارم قبول کنه خدا آجا ده هر کس که ده هر نیت نظر نه خدا حاجتایش برآورده کنه انشالله مولا خودشی حاجتای ما برآورده بخیر کنه دیگه میشه کماش گفتم پخته کنم بس کالا شویم کده بودم دیگه کارم زیاد بود بس گفتم بیل کماش پخته کنم دیگه از بعد تازه سبزی مبزی شوردم دیگه آش شوردم بس از بعد گفتم بیل شروع کنم خود دوستای گل بز ما بلبلش پار کردیم اینجا نیم کیلو بلبلی گرفته بودیم بلبلش پار کردم چرا که بلبلش کم دیر پختم شد دیگه تر کده دیشته بودم بزالی بلبلش اینجا بار کداشتم بس اینجا یک دو بسته پودینه گرفته بودم بس یک 5 دانه سیر بودک بس یک 5 دانه مرچ بودک مرچ سبز بود بس امیر گفتم به چکنیش تیار کنم ماست تیار کده بیلم بس موی بلندر نی بس اینجا گندنه گرفته بودم 6 بسته گندنه بودک بس ما را منیاو کمیشتم ریزه کدم منیاو کمیشتم گفتم بیل کم تر باشه بس خوبه نه خوب صاف میشه بس کم تر کده باشه بس خوب جلدی صاف میشه بس اینا منیاو تر کده ایشتم تا که اینجا ما چکنی خجور منم از بعد بس گندنه رو کش کنم سرخ کنم خود دوستای گل گندنه هم ششته شده بس ما گندنه را شوشتی بس اینجا اشتم کماوشی برا بس اینجا آش ریزه کدم بس اینجا دیگ بدر کدم بس اینجا چکنی مام تاشته پیلا شوشتی دیگ بدر کدم بس دی گفتم آوی آش بیلم خود دوستای گل بس ما گندنه سرخ شده بس ما اینجا آش انداختم آش که پخته شد از بعد ما چکنی مکنیش بلیش مینداختی بس انشالله دیگه آش ما تیار میشه خود دوستای گل آش از ما پخته شده بس ازانم قریب است دیگه ما اینجا گرفتم که بگویم تقسیم کنم دیگه خدا قبول کنه انشالله اینجا من مکشی گرفته بودم دیگه ما گل بس ما آش تقسیم کدی افطار شده بس زباد کست دیگه بکیلی افطار کدم دیگه تا که تقسیم کدم آش بس تا پیلا چیزا کدم جمع کدم دیگه گرد کوشت پیلا ریزه ریزه ششتم رونگا مونگا از بعد اونا را خوش کدم بال کدم چرکی آتشخانه ریزه دیگه از موزیات آتشخانه ریزه دیگه میقص جاهه دیگه بس زباد کسته بس آتشخانه رو کم صفایی کدم دیگه دیگ میک کدم بخکتی شده دک بس دیگ نارا کدم بس باری بس افطار کدی بس نماز کدی بس باری کلان دیگه آمد بس زماد مالی نارم ششتم بس دو پیلایش خو گاشته بودم دیگه اونایش خوش کشته بس اینایشم ششتم دیگه خدا قبول کنه انشالله به صدق سر امام از تمام خدا نظرش قبول کنه خدا وقتی خوشی جان جوری بده دوستای گل دیگه زیاد من داشتم دیگه امروز برم کالا شویم کده بودم بس دیگم شده بس دیگه دیگ بری خانم بوده دیگه دوستای گل دیگه ما ویدیو خودم اینجیرنم دیگه از خدا دعا منم که تمام شما جور تیار و سلامت باشین دیگه این شو قدرم است دیگه آخر نشو قدره دیگه خدا مور توفیق بده که عبادات تمام مر قبول کنه انشالله به درگاه حق مو بوری کم دیگه بوری سیت نماز خو بوریش نماز خو کنی دعاهای خو بخوانی انشالله که حاجات تمام برآورده شنه بخیر انشالله به صدقه سر امام دیگه خداحافظ دوستای گل دیگه خیال خو زیاد بیلین دیگه خداحافظ مورد دعاهای خیات کن دیگه لایک سبسکرایب کنین چینل مورد دوستای گل دیگه خداحافظ